قتل باز دو فرد با نفوذ پامیر از جانب رژیم. آغاز ساختمان بناها در شهر خوجند از جانب شرکت‌های ترکی. پهلوان محاربه آمیخته سیمومین مادیف از روسیه به تاجیکستان اخراج شد. در چین خروج دیگر باره جدی کووید 19 به قید گرفته شد. خورسند مزارف و زائر رجبوف دو نفر دیگر از افرادی با نفوذ بدخشان از جانب مقامات قدرتی رژیم رحمان کشته شدند. ستاد بین اداروی تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان ادعا کرده است که آنها بعد اجرا نکردن دعوت مقامات و مقابلت مسلحانه به ضرر گردانیده شده اند. در همین حال خبرگزاری پامیر دیلی نیوز با استناد به منابع خودش می نویسد مزارف و رجبوف به قدرتی ها تسلیم شدن نخواسته خود را ترک کرده اند. منابع این پایگاه همچنین گفتند که بعد کشته شدن آنها نظامیان نقابپوش چیزی را در قطی ها به خانه خورسند درآوردند و نفران با دوربین نواربردار پیدا شدند. مقامات ادعا کردند که مزارف و رجبوف برای پیشبردی تفتیشات به ارگان‌های حفظ حقوق چندین مراتب رسما دعوت شدند ولی برقصدانه از اجرای طلبات قانونی ارگان‌های مأموری سرکشی می‌کردند. همچنین طبق همین ادعای نشر کرده استاد گویا هنگام چاره‌بینی دستگیرکنی خورسند مزارف و زائر رجبوف با طلبات واحدات تعیینات مخصوص درباره اختیاراً سپاردن خود به مقامات حفظ حقوق اطاعت نکرده مقابلت مسلحانه نشان داده از نور جنگ‌های دستی F1 و اتوماتیک کلاشنیکوف استفاده نموده اند. مقامات دعوا دارند از خانه خورسند مزارف مقداری زیادی سلاح از جمله تیرانداز و مسلسلی کلاشنیکوف 13 عدد، نارنجک اندازهای ضد تانکی 9 عدد و غیره مصادره شده است. عجابت کار مثل همیشه در این است که با وجود داشتن این همه سلاح جنایتکاران گویا نتوانستند حتی یک سرباز رژیم را مجروح کنند. در خبر از جمله گفته می شود از طرف دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان نسبت مزارف با 11 ماده کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و نسبت رجبوف با 8 ماده همین کودکس پرونده جنایتی باز شده بود که تروریسم، کشتار، انتقال و فروش مواد مخدر و قاچاق سلاح از جمله آنهاست. علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان به فرضیه پامیر دیلی نیوز تاکید می‌کند و میگوید سببی به پرسش حاضر نشدن خورسند مزارف و زائر رجبوف این است که آنها می‌دانند تفتیشات هر گناهی را که خواست به دوشت بار می‌کند و اگر خواستند از خانه جویلین یا هر سلاح دیگری هم پیدا می‌کنند. بنابراین مرگ را از گرفتار شدن به دست آنها ترجیح داده‌اند. سلاح را در خانه‌اش پرتافتند، گامی کفت و کو پرتافتند و تمام دیگر. خواهند مواد مخدر پرتافتند، خواهند سلاح پرتافتند، خواهند ادبیات افراطی می پرتافتند، چیزی خواهند ما نمی پرتافتند دیگر. من خودتان این گپا را میدونیم دیگر. علیم شیرزمانوف همچنین به پیام گفت که برادرش مسلم شیرزمانوف دیروز 12 ایون در مرکز بدخشان دستگیر شده است. مقامات انتظامی مسلم شیرزمانوف را از افراد نزدیک به خورسند مزارف و زائر رجبوف دانستند که این دو دیروز در جریان عملیات در خاراخ کشته شدند. علیم شیرزمانوف برادر 56 سالش مسلم را بیگناه می‌داند و میگوید گناهی او این است که او برادری من است. مسلم به هیچ گروه همراه نبود. پهلوان محاربه آمیخته سیمومین مادیف که با نوار اینترنتی مسکو مترو لیوبلینا ما کار میکنه معروف است از روسیه به تاجیکستان اخراج شد. در این باره خبرگزاری تاس خبر داده است. در خبر گفته شده است که سیمومین اخراج شده از مسکو به کولاب پرواز کرده است. قبلا این پهلوان به دلیل نداشتن قیدی بود و باش بازداشت شده بود. بعدتر او را به بازداشتگاهی مخصوص بردند. مادیف و مربیش رضوان اشورمامدوف در سال 2021 پس از نشر یک نوار ویدیویی مسکو مترو لیوبلینا ما کار میکنیم در شبکه اجتماعی تیک تاک که بیش از 30 میلیون تماشابین جمع آورده است معروفیت پیدا کردند. در این موضوع نوارهای پارودیوی از جانب باشگاه‌های فوتبال زنیت اسسکا و لوکوموتیو به نوار گرفته شدند. علاوه بر این چنین نوارها را رئال اسپانیا و لالیگا نشر کردند. مادیف میبایست 11 ایون از روی قاعده باکس در مسابقه مبارزه میبرد. اخراج مادیف از روسیه او را از شرکت در این مسابقه محروم کرد. مادیف 25 ساله بوده در رشته MMA 3 زد و خوردی کسبی دارد.
شرکت‌های ترکی به ساختمان بناها در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت آغاز می‌کنند. با گزارش سامانه سپوتنیک این مطلب در دیدار رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت با مقامات شرکت ساختمانی چالک اغلو گروپ در خوجند بررسی شد. گفته می شود که این بناها شامل حوض شناوری، میدان‌های ورزشی برای کودکان، مرکز تجارتی و توقفگاه‌ها خواهد بود. رئیس ولایت سوخت در این دیدار تاکید کرد که در منطقه آزادی اقتصادی در شمال تاجیکستان 3 کارخانه مشترک با ترکیه فعال می باشد که مصالح ساختمانی و مبل تولید می کنند. مقامات چین خروجی دیگرباره جدی کووید 19 را با توجه به این بیماری در پایتخت این کشور به قید گرفتند. در این باره روز یکشنبه 12 ایون نماینده رسمی حکومت پکین سیو خودسوزیان به رسانه‌ها خبر داد. گفته می شود که 166 نفر به این بیماری مبتلا شده اند. در بین آنها 145 نفر مهمانان، 2 نفر کارمند و 19 نفر دیگر علاقه دارند. از چاویان سرایت به 14 ناحیه دیگری پکین پهن شده است. ماموریت شهر نقشه دارد که از 13 تا 15 ایون برای ساکنان ناحیه چاویانگ 3 دوره علاوگی سنجش تشکیل کند. یادآور می‌شویم که از اول سال در چین خروجی نوی سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده است. همینطور در شانگهای که در آن تقریباً 25 میلیون نفر زندگی می‌کنند، در آخر ماه مارت همین سال 3400 حالت سرایت و 50 بیمار با نشانه‌های این بیماری به قید گرفته شده است که این حالت رکوردی بوده است. طبق اطلاع مرکز نظارت و پیشگیری بیماری در سوژو، عین زمان موتاسی نوی شتم اومیکرون تحلیل و مقایسه کرده می‌شود. این بود شرح خبرها تا این دم. خیر با ما باشید.